چشم به چشم باز شد یاران مبارک تویتان. چشم به چشم باز شد یاران مبارک تویتان. دل با دل همراز شد یاران مبارک تویتان. لیلای ما زیباتر است، لیلای ما زیباتر است، مجنون از او شیداتر است. آوازها هم ساز شد یاران مبارک تویتان. سلام ای دوست، سلام ای دوست، سلام ای یاری جانی، سلام بر منزلی صبح جوانی. سلامی ماست پیکی عاشقانه، نشاط است و سرود است و ترانه. سرول سلام عرض می‌داریم به کل شمایان، دوستان، مهمانان و عزیزان دل و دیده. کدوم یک و یک شما را به این طرف خانه زیبا خوش آمده، نور دیده، تاج بر سر میگیم. بنا گفتن ما که امروز این پدر و مادر مشفق و مهربان و این عائله بزرگ با یک آرزو و امید ایستادگی کرده، هر یکی ما را به این بزم عاشقانه و به این روز خرسندی این دو جوان دعوت نموده است که یکی با سخنهای خود، یکی با سرودهای خود، یکی با رقصهای زیبای خود بزم امروزه را باز هم زیبا و رنگین تر گردانید. و در اینجا من شخصا از نام خودم و از نام کل صنعتکاران تحت راهبری سلیم جان لایق این دو نوجوان را به این روز خرسندی، به این روز خانه‌دار شوی که برای هر یک انسان یک بار میسر میگردد، تبریک و مبارکباد نموده به این دو نوجوان تنی صحت خانه آباد را خواهانم. بگذار که دل فدای جانانه شود، بگذار که دل فدای جانانه شود، مشوقه و سوز عشق کاشانه شود. بگذار که خاندانی داماد و عروس از خنده طفلکان طرب خانه شود. بار دیگر توی شادی و خانوادگی به این دو نوجوان خاندان باقی بماند. دوستان عزیز، این لحظه نوبت را به سرنده محبوب دلها، به سرنده که با سرودهای تویانه و عاشقانه خویش در دل ما جا گرفته است، سلیم جان لایق میدیم. مطربا اوج صدا، صدق و صفای تو خوش است. مطربا اوج صدا، صدق و صفای تو خوش است. نغمه چنگ و رباب و طبل و تار تو خوش است. بینواز نغمه دلکش تو در این بزم طرف که در این بزم بگوش صوت و نوای تو خوش است. بار دیگر توی شادی و خانوادگی مبارک باشد. زیر سرودهای تویانه و عاشقانه سلیم جان لایق همگان بلخشیم و